یک بچه زن گرفته بود است کم کم تری سودران بوده هم یا سوی یا فرزندن خطی زنش سوز نمیگیره جنجوش میشه زنش کار میکنه میره و این میگه با سری زنش از سه بار خورای خسروش که میگن گمشو نمیتیم تمام میگه خلاص نمیتیم پدر و مادر روی میکنه که نمیتونه و هم یه روز بورون بوده است میوه هم پیش یادی خونه خسروش میسته و تایی میره خسروش نبروی اک باید مسجد بره و پیشین ده میگه که اونجا استوده چی استوده میگه بدبخت میگه من با دختری تا کار ندارم من اون فردوسی خدمت یاد کرده بیم من اون فردوس بیاریم به تی بچه ما ببینم من با دختری تا کار ندارم این مرده یه هوی میگه که خیلی بیاری هم بچهش نشونش بتین کودک در دستی مادرش بده است خودش مسجد میره نمازی پیشین بخونن یکون جا میروند یکون معرکه بوده است عبید میکنن میگردم یا ایبای 3 ساعت گذاشته این همی تاری اوشیدگی خونیم هم در پیش در خیزه کردگی چی استوده؟ من هم فردوس نبینم نمیرم و این جنجال میکنه که بدبختو نمیاریم بچهش نشونش بتین بعد زنش بیچاره هم گودک قچاق میکنه و پیش دهانی در میاره اگه نشون تیش که گودک مونده که میپره گرده زنش قچاق میگیره و داد میزنه ای مسلمانو ای ابیزن من نمیتنم اون فردوس چکارش میکنی به اوچا فردوس شیر میگه فردوس میزده ایزارش اون به اوچا رو چکارش میکنی نه مسلمانو زن من نمیتنم و خسروش میگه نوشگری چه وقت بگی براشی تری دیوره گیری ادا کرده اورون بگی حقیقتا زن یه نعمتی پروردگاره یاخی خسر زرین به زن خوب کلبه ویرانه است خسر زرین به زن خوب کلبه ویرانه است حقیقتا اگر خسر تیلویی هم داشته باشی زن خوب نداشته باشی او یک کلبه ویرانه است ولی مردم این ما یا مطال دارن که میگن همه اوغلی خولیده گوی شوخ زن خوبه ولی این زن بسیار نعمتی بزرگه خدای طولو مینت میکنه مرد کارا که از جنس خطو برای شما را من زوجه خلق کردگیم تا اینکه در نزدش سکونت حاصل کنه آرامش پیدا کنه و جعل بینکم مودت و رحمه و بین شما و بین زناتون محبت و رحمت برقرار کردگیم تو وقتی یو شای حسن جمال و تراوت داره محبت داری حقیقتا اگر زن خوب صالحه باشه همین شوهر هر وقت ببینه لذت میبره چشمش او میگیره روحش میدمه حقیقتا همین خیلی یاخی سبحان الله چه مستور باشد زن خوبروی بدیداری او در بهشت است شوی خدا رحمت کنه شیخ سعدی را زنی مستوره باشه میگه زن خوبرو باشه هر وقت شوهر میبینه خیلی در جنت احساس میکنه زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی در عشق و پادشاه برو 5 نوبت بیزن بر درت چه یاری موافق بود در اگر همی خدای تعالی یاری موافقت بته شکرانه نعمتی خدا را کن 5 نوبت مسجد برا نماز خدا را به جماعت مستحبه ادا کن سجده شکر کن خدای شکرانه نعمت حقیقتا مرده که مردم کنه زن میکنه زن هم کنه زن میکنه و آبرو عزت هم کنه زن میکنه به آبرو و شرمنده هم کنه زن میکنه این دویم از خدای تعالی زنی صالحه طلب کردن در کار وقتی جوان است محبت داره هم دیگر هم دوست میداره اما وقتی که پیر شید خدای بزرگ هم بینه که با بیت و رحمت برقرار کرده است توسط هم فرزندایی که تولد میشود توسط همون معامله و مناسبتی که به هم دیگر داره کلی بعضی مردان نیم شوخی و نیم جدی میگه که همین یه زن دارم یک 30 سالشی قطعی زیرگی دارم خیال بکنم دوگانه ماید ایا جهاد روست هم بگو هم یا خروکه بخری یا جوده خوی برای یا معامله را کنی فرزنده مشترک باشه دیگه رنگ دوگانه بشه اما ایشی رو اسرار مردک در پیش زنش میگه زنک در پیش شوش میگه ببینه همین رحمت برقرار میشه محبت برقرار میشه مسافر میگه خدا بکشم در پیش پای کمپیرک بکشم همین از چیزو یا نمون رحمت خدا هست نموشه او کمپیرک یه دست شکار میره خیلی بعضی مسافر خونه آورد گیزله میشه و زنکو تیز ای کار میمونن همین یک 3 روز پیش یک کس زنگ زد میگه که یک مسافر 93 ساله کمپیرش 3 طلاق کرده در اون رویت دوره مسافر چی در دوره کمپیر 3 طلاق میده میگه شب اشتیاش اومده از خونه آورده کمپیر هم 80 بلوغی طلب کرده است که مقصد کمپیر گریخت است از پیشش گیزلش ده 3 طلاقش کرده است
خونه بود این خمس باشه این غیرت داشته باشه بیمار داره از زری دیگه بگیر میکشه کامپیلا میره ببینه واقعا همون دیگه هیچ کار دوستشون نمیوید دیگه هم یک فشفشی زند براش همین تمام دوش نعمت دنیا را بالاتر بشود همین رحمتش نمیاد این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بیشک خدای تعالی نشانه‌های عظیمی را در همین گذاشته است برای مردمی که تفکر دارند عقل دارند فراست دارند به قدر نعمت الله میرسند حقیقتا آخی یک فکر کنیم این نعمت‌های پروردگار را والله اگر تمام حیات شکر کنیم ای هزار یک شکرش انجام داده نمیتونیم افسوس که ناشکریم افسوس که نوجوان مردیم خدای تعالی زنی نازنی نداد دست ما مردک خوب میکنه شب بچه با کیرن یا وش اوخی ایده دیگه نعمت زیاد میشود تو هم وقت کم کمک همیتا بگه که در هیجان ای بیروان غسل میکنن دکست اوخی بیمار داری در رکعت نماز شکر بخونی غسل کردی توزه و آزاده شدی اوخی مردکش زن تنبگو که زنه یا ترم در برم بیست رکعت نمازی نفل بکنیم نماز شکرانه نعمت خدا را بکنیم از خدا فرزندی خوب صالح طلب کنیم که پروردگار صاحب فرزندای خوب صالح میکنه نه چی بلای موزده است که دیگه خشمونه میته بعضی جوان مردای بی غیرتی هست که با خشونه میته حالی خیلی سرکی خواب ما بگیرم با میخیزم غسل میکنم ای سرش میمونه فرضی بوم دادم خزون میکنم مگر شکرگزاری نعمت پروردگار همی خیلی خدا رحمت کنه حضرت جلیبی صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت وقتی که خدای تعالی صاحب زری صالحش کرد در نماز استاد خودش نفهمید که شب چه روز شد صدای اذان بیرول شنید این در نماز یک شکرانه نعمت خدا از نماز خود است بعد به خود اومد که یک روز خسرو بخیزه رو برون قلب چیده بشه استاد سلام داده و مسجد شتابان اومد میره ببینه روز دیگر شب رفت وقتی عروسی نازنین ندید ای بشر اول همین در رکعت نماز شکر بخونم شکر نعمت خدا را بکنم نماز طرز میخوندن همین خیلی دوده میشیدن در نماز که دیگه نمیفهمیدن شب و روزا ساعت دیگه 40 تیر میشید نمیفهمیدن با صدای اذان حضرت بلال برآمد آزاد خیز گرفت وقتی پیش حضرت گیله کردن ای بروش که این خونه آباد پیش عروسش در نشیشته است دست عروس نقبیده است حتی عروسش صحبت نکرده است حضرت گفت چی درد داری ای جلیبی حضرت چی درد ندارم هم در نماز میستم نمیفهمم وقت چه میگذره گفت تا اول کارا ببین بعد نمازی شکر بخور هم تکی هست ایرا ببین کاری او صحابای بزرگ کجا و کاری ما و شما کجا من خدا قسم همین میخونی رفتار و کردارای همورا میگوی اون افسانه میشنیده باشو اون مردک حقیقی اون مردک ها بودن این ما در این خرای لنگان کی میدونه که بچه نوع چی طریق ما پول سیرات میگذاشته باشیم خیلی همین نعمت از خدا رسید است برای پروردگاری بزرگ همین نعمت دو دست به مزد منت شکرگزاری همین نعمت توجه بیاد شخصایی که تفکر دارن حتما شکرگزاری نعمت خدا را میکنن پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم حتی شبها بعضا شبهایی که در حجره بیبی عایشه مادرمون بود پوشیده نیست که حضرت صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه را از همه زناش بیشتر دوست داشت یک محبت خاصه نسبت به بیبی عایشه داشت به حد دوستش می داشت که یک روز رزبار می شود بین ازواج مطهره بعد بیبی فاطمه را وکیل میکنن بیبی فاطمه زهرا را میگن پیش حضرت برای عرض دادی ما را بکن که عایشه بعضا میگذرونه بیبی عایشه بیبی فاطمه گیله و شکایت ازواج مطهره را نزد حضرت میاره همین حضرت بیبی فاطمه را به حد دوست می داشت از در که مید اومده است حضرت بخیست است به پیش میذاشت ریداش هم میگه تند میکرد در زمین از پیشانیش بوسه میکرد مرحباش میگفت بعد گفت که بچه‌م چی کار داری؟ گفت همین ازواج مطهره من وکیل کردن از بلای همین بیبی عایشه پیش گیلکری اومدم همین قبول بیبی فاطمه حضرت گفت که فاطمه گفت من عایشه را دوست میدارم تو هم دوستش میدارم بیبی فاطمه زهرا دیگه لام نگفت کس اومد وقتی ازواج مطهره گردش جمع شدن که چی گفت گفت اوه حضرت دوستش میداره کسی را پیغمبر دوست میداره دوست داشتن او برای تمام امتهای محمد واجبه باید ما دوستش بداریم همچین بودن ببینید همین قدر حضرت دوست میداشت محبت داشت قطیش
اوقی در روایات اومده است خطیش تیزدمک میکردیم، خطی حضرت تیزدمک میکردیم روی شای مادرم. اما میگه در نماز می ایستاد در شب، غیر نمازهای فرضیه‌ای، در نمازهای نافله، نماز شب در روایات اومده است میگه کان صلی الله علیه و سلم اذا قام من اللیل قام حتی تفتر رجلاه. حضرت در قیام هم قیام ایستاد که پاهای مبارک ورم میکردن. یه روز میگه طاقت نکردم میگه عایشه، گفتم یا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای حبیب خدا، آخه خدای تعالی تو بشارت داده است که با وجود آنکه معصوم هستی از گناه، حتی اگر گناه هم کنی گناهت پیشیدگی بخشیده شدگی این جان تقمیتی. میگه گشت گفت یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا، یا عایشه گفت من بنده شکرگزاری الله نباشم، من شکرانه نعمت پروردگارم میکنم. شکر ما کجا داریم؟ این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بیشک این یک نشانه های بزرگ هستند برای شخصایی که عقل فراست دارند، برای کسایی که تفکر میکنند، برای کسایی که صاحب اندیشه هستند. پروردگار بزرگ اجوادیان ما را وقتی اقبال بکنه انشاءالله ابتدای کارش میکرد، اما خشتی اول وقتی که انسان گذاشت انشاءالله تو سوریان هم اگر بیوال بخیزر واسمون گذاشته است نسبتی زوجش ادا کنه و پروردگار عروسش هم غیرت همت بده که حقوق شوهر را رعایت کنه، به فرمان شوهر از خانه نبروید، به فرمان شوهر کاری نکنه. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرده است والذی نفس محمد بیده، قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا تؤدی المرء حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. تا زمانی که مرد حقی، تا زمانی که زن حق شوهرش ادا نکنه هرگز حق خدا را ادا کرده نمیتونه. پروردگار از دامانش و فرزندای خوب و صالح عالم قاری و محب به دنیا بیارد و غیرت حمیت میبوده که وقتی این نعمت پروردگار را احساس کردیم دیدیم شکرگزاری نعمت هم فراموش نکنیم، زیرا خداوند بنده های شکرگزار شد دوست می‌دارد. واشکرولی، شکر نعمت مرا بکنه میگه خداوند، ولا تکفرون، کفران نعمت نکنه که از شما پرسیده میشود. پروردگار به خاطر احیای این سنت بزرگ حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم در این خاندان، در این دیه، در این دیار، در خاندان برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند فیض برکات خداوند حسنات شود. خداوند توی‌های نکاحی را که مثل توی امروزه ما برگزار میشوند سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامعه اساس که بایگری و ثروت هر ملتی را تشکیل میکنند، سبب ریشه‌کن شدن فسق فساد حرام و زنا در جامعه قرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.